خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. پیشا پیش سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم اتفاقای خیلی خوبی بیفته امسال واسهتون. بعد اینکه منم وسایلمو جمع کردم، از تهران دارم برمیگردم مازندران پیش خانواده عیدو یه چند روزی پیش خانواده باشم. بعدش هم میخوام برم یه سفری که سورپرایزه، حتما ویدیو میگیرم. من وسایلم برای یه سفر چند روزه بکنم زیاد گرفتم. اما اومد دنبالمون، داره ما رو میبره مازندران. افتخار دادم به ما اومدن با ما. گربه ها 2 کیلومتر دیگه جالله قشنگی جامه برداره بومو مشومکیه ماهی بوم خر بزره. چه برفی اومده و چه موزیک بدی گذاشتن. سلام دوباره. من رسیدم خونه و اینم حلزونم لیزی. یه 6 ماهی با هم سفر کرده با ون و فکر کنم تو ویدیوهای اولم دیده بودیم که خیلی کوچولو بودش، الان اینقدری شده. بعد اینکه واسید یه چیزی بهتون نشون بدم. این دفترها که میبینید، من هر سال یه دفتری از سال 95 یه دفتر میگیرم و هر روزم مینویسم. بعد اینکه امسال هنوز دفتر نخریدم و دیگه داره دیر میشه، باید با هم دیگه بریم دفتر بخریم. شما رو با خودم میبرم دفتر امسال با هم انتخاب کنیم. خب من آماده شدم بریم شهر کتاب. اینم از شهر کتاب بابلسر، بریم ببینیم چی داره. خریدم، بریم تو خونه بهتون نشون بدم. اومدم خونه ببینیم با چه صحنه مواجه شدم. مادر نمونه. خب ببینیم چیا خریدم. اول یه پلنر خریدم که معمولا امسال دیگه میخوام پرش کنم، چون هر سال میخرم ولی معمولا خالی میمونه. این از این و اینم دفتر اصلی. یه تقویم ساده خریدم امسال، رنگ مورد علاقه. امیدوارم که پر از سفر و روزای خوبی باشه. سلام، چه چشمای خوشگلی داری. وای وای وای. هوا خیلی بهاری شده، تصمیم گرفتیم بریم دریا با خواهرام. سلام. یه عکاسی یهویی ازمون عکس گرفت و عکسو بهمون داد.